گاهی در ازدحام دنیا گم می شوم، دستم را دراز می کنم اما کسی نمی گیرد. صدایم را بلند می کنم اما انگار همه ناشنوا شده اند. دلم می خواهد جایی باشد، جایی که هیچ قضاوتی نباشد، جایی که مرا با تمام ضعف‌هایم بپذیرد. و بعد یاد تو می افتم، یاد خدایی که در تاریک ترین لحظه ها هم نور می بخشد، یاد خدایی که هیچ وقت پشتش را به من نکرد، یاد خدایی که وقتی همه رهایم کردند او ماند و آرام در دلم زمزمه کرد: اینی قریب، من نزدیکم. ای مهربان ترین، من بارها شکستم اما تو مرا از نو ساختی. من بارها گم شدم اما تو راه را نشانم دادی. من بارها گریختم اما تو همیشه در را برایم باز گذاشتی. پس بگذار این بار دیگر نروم، بگذار این بار در آغوش امن تو بمانم، جایی که تنها خانه واقعی من است. خدایا مرا به خودم وامگذار.